دوستای عزیز سلام. خدا کنه که یکان کسا رو میبینم خنده میکنه. خدا کنه که جور و صحتمند باشین، بخیر باشین، سر حال باشین به هر جای دنیا که هستین. این لباس خودمن میشناسین. این لباس بسیار 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 مشهور شده در این روزا و این همون لباس بدبخت است که از خاطر از این لباس کل هموطنای ما، اکثریت هموطنای ما، کل مشکلات ها و پرابلم های افغانستان، تمام پرابلم ها از یادشان رفته، کل چیز فراموش کردن و تقریبا 1.5-2 هفته میشه که یگانه فوکسشان سر اینمی لباس است که این لباس بدبخت این رقم معلوم میشه که بزرگترین مشکل افغانستان جور شده و هموطنای ما رقمی درباره از این لباس گپ میزنن که یگانه پرابلم افغانستان اینمی است که اگر این لباس نمی بود دیگه هیچ مشکل ما در وطن خود نمی داشتیم. و این لباس بدبخت باشه چند تا دوام بزنمش بیشرف این بسیار زیاد مشکل ساز شد و بسیار چیز خنده‌دار هم است و بسیار جای تاسف هم است در عین حال برای من امروز صبحی از خواب خیستم و حقیقت براتون بگویم. از خواب خیستم، اتاق خلق خود باید جمع میکردم. من تقریبا چند کنسرت هایی که داشتم و لباس هایی که در کنسرت ها پوشیده بودم، پیرانای من کل شده یک ستاک روم اما تا انداخته بودم، جمع نکرده بودم برای که وقتش نداشتم. خلاصه امروز خیستم که لباس های خود جمع کنم که در بین از او پیرانا ای ماندگی بود. ای را قیل کردم، تمام چیزا یک دفعه در کلیم دور خورد که بلیاز خدا از خاطر از لباس چیال روز است. تمام مشکلات، تمام پرابلم های افغانستان فراموش همگی شده و اینقدر بحث برانگیز شده این لباس که شاید در طول تاریخ افغانستان اینقدر بحث برانگیز تاپیک یا مضمون نشده باشه. و این لباس است که من فکر میکنم که اکثر مردم فکر میکنن که این لباس باعث بدبختی تمام مردم افغانستان شده و اگه این لباس پوشیده نمیشد ما هیچ مشکل در مملکت خود نمی داشتیم. ما میخوایم که یک چیز نشان بدم، یک لحظه صبر کنین. هلو، اینجاست ما. راستی من امیال هیچ نمیفهمم که چی بگویم. من صبحی مثل گفتم از خواب خیستم، یک دفعی در فکر رفتیدم که اوکی این رقمی که مردم این لباس قدر از خاطر از لباس تنفر نشان دادن، اعتراض داشتن که نمیفهمم که نام افغانا را بد میکنیم چون چه قسم لباس میشی و چیزا. من اول خب میخواستم که لباس یک کمک نشان بدم. این لباس رنگش معلوم داره یک رنگ گوشتی بیج است که اولش من هیچ نمیفهمیدم که ما مردم اینقدر حساسیت در مقابل رنگ گوشتی داریم. یکی منتها این لباسی که نازک که مردم فکر میکنن که نشته میکنن که برهنه استی، لچ استی، لباس لچ نیست. وقتی که میبینین لباس آستین داره، دبل دوخته شده، یعنی در درون یک کمره رو بیاد پیش، در درون خود یک استر بسیار بسیار لوک داره و بس در بیرونش یک تکه دیگه داره و این پیران بدبخت حتی در کمر خود یک دامن بسیار دراز داره و من میفهمم که رقمی که این لباس در عکس‌ها نشان داده شده بوده او رقم لباس نیست. متاسفانه در ویدیوها، در عکس‌ها یک کمک دیگر رقم معلوم میشه و به دلیل از این است که از روی ویدیو اسکرین شات گرفته شده و متاسفانه اونمو اسکرین شات مردم کلگیشان شیر کردن و از روی زمو اسکرین شات کلگی چی میگن جاج کردن لباس مرا و اینا. و ما میخوایم بگویم که همی حقیقتی است که ما
دمی 2 هفته خو من خو اول زیاد درست در این باره نتونستم صحبت کنم، برای که خانه نبودم، در سفر و اینا بودم و نه تازه در خانه رسیدم و یک کمک آل ریلکس هستم، نرمال هستم، میتونم در این باره صحبت بکنم. حالا فکر نکنین به خاطر از اینکه ما آمدیم که ما از خود دفاع بکنم یا ما کدوم دلیل چیز بگم، نه به این خاطر نه، صرف به خاطر از اینکه ما وقت درست حرف زدن نداشتم. ما میخواستم بگم که نورمالی ما همیشه یک کسی بودیم که لباسای ما همیشه لباسایی است که همیشه ما کوشش میکنم که خودم یعنی لباسای به حد و به اندازه آزاد نپوشم و هیچ وقت جان ما لباس به اندازه آزاد شما هیچ وقت ندیدین و همیشه متوجه هستین که لباسای ما هیچ وقت نکدام یخنش لج بوده، نکدام پیران کوتاه بوده، همیشه لباسای ما لباسای نرمال بوده که پوشیدیم. حتی این لباس برای خارج یک لباس بسیار بسیار عادی و نرمال است، مخصوصا برای یک هنرمند که سر استیج میره. من میفهم که نظرها مختلف است، هر کس نظر خود داره، هر کس میتونه نظر بده، ولی یک چیز مثل که در گذشته هم صحبت کردم، ای کاش که اما قدر کسایی که اعتراض میگیرن و اقدر افراطی هستن و اقدر منفی هستن، ای کاش که اونا هم قدر صدای بلند در مقابل مشکلات اساسی افغانستان می داشتن. که یعنی ما امروز بدبختترین مردم روی دنیا شدیم صرف به خاطر از اینکه همیشه ایوازه که پشت مشکلات بزرگتر افغانستان بگردیم، پشت چیزای بسیار بسیار پیش پای افتاده و بی ارزش خود مندازیم، یکی دیگه خود دهشنام میدیم، یکی دیگه خود دو میزنیم. بسیار بسیار جای تاسف هست و من میخوایم بگویم که بسیار ممنون کسایی هستم که در این قسمت طرفداری ما کردن، از ما حمایت کردن، برای که اونا منو میشناسن، شخصیت اصلی منو میشناسن و اونا فراموش نکردن که من کسی هستم که لباس افغانی را، مثلا یک کسی که لباس افغانی را دوباره در مود و فیشن آورد اون ما بودم چند سال پیش. یعنی لباس افغانی لباس شده بود که یک دخترها برش انترست نداشت، هیچ کس نمی پوشید. منتها از وقتی که ما در افغانستان رفتم، لباس های افغانی که خودم ساختم یا ساخت دیگرها را پوشیدم در کنسرت های خود، اول بیخی یک چیز بسیار فشن شده در بین مردم، در عروسیا، در شینیخوریا، در پارتیا. تمام دخترای افغان در سر تا سر دنیا دلچسپی دارن که لباس افغانی رو بپوشن و من نمیخوام کل کردیت بگیرم، ولی تمام مردم شاهد از این گپ هستن. یاد در بین افغانستان در کابل وقتی که شما در دکانا برین، زیاد لباس های افغانی که شما در اونجا میافین لباس های ما هست، تا عکسای در اونجا بندگی است که لباس به نام ما شدن. و به هر صورت من یک چیز دیگر فکرم شد که اوکی، فرض کنین که من اینمی لباس در این کنسرت نپوشیدم که بزرگترین مشکل افغانستان این لباس هست به نظر اکثریت مردم فعلا. آیا اگر من این لباس نمیپوشیدم امی مشکلات افغانستان تمامش امروز حل شدگی می بود؟ آیا امیال در هر کوچه و بازار که تفلکای خرد، بچه‌های خرد رقصانده میشه و در آخر شو سر از بچگک جنگ میشه که کی خانه ببریش، آیا او مشکل بچه بازی نمی بود فعلا در کابل؟ آیا فرخنده هایی که در این سرک در داده میشن، سنگ زده میشن، با سنگ کشته میشن، آیا او فرخنده کشته نمیشد؟ آیا او دخترکای چوچه که زیر 16 سال عروسی کرده میشه به زور بدون اراده و بدون تصمیم خودش، آیا او مشکلات نمی بود؟ آیا او بچگکا و طفلکای غریب که در این سرک گدایی میکنن، نان خوردن خود ندارن، آیا او مشکلات افغانستان نمی بود؟ انتحاری نمی بود؟ کشتن نمی بود؟ دوزادوزی نمی بود؟ امروز در بین سرک، در بین افغانستان یک نفر درست راه رفتن نمیتونه به خاطر که 10,000 در جیبش باشه، مردکه که تفنگچه در بغل کلش میزنه از خاطر پیسهش. آیا این مشکلات نمی بود؟ من از یک نگاه درکم میکنم. من میفهمم که این کسایی که این گپا رو میگن اونا نفرای بسیار بسیار افراطی هستن. ما امروز از اون مردم ها هیچ سر کارم ندارم و نمیخوایم که بشناسمشان، برای اینکه اونا ارزش گپ زدن مرا، ارزش وقت مرا ندارن و اونا هیچ وقت مرا که یک زن هستم و باز یک هنرمند زن افغانستان هستم هیچ وقت نمیتونن درک بکنم و توقعم ازشان ندارم.
ولی در عین زمان ما کسایم بر ما مسیج کردن که یعنی نفرت نشان ندادن، کسایی هستن که خوبی منو میخوان و اونا از پیش ما توقع بیشتر از این دارن که یک لباس بر ما اهمیت بیشتر داشته باشه و ما اونا رو کاملا درک میکنم، ریسپکت میکنم، برشون احترام دارم و ما امروز تصمیم گرفتم که به خاطر که لباس بزرگترین مشکل افغانستان است و به نظر بعضی ها این مشکل افغانستان حل میکنه، ما یک کار میکنم. ما این لباس بدبخت پست بشرف زنده کل ما یک جای این لباس در میتیم با آرزوی از این که مردم ما فوکسشانه از سر از لباس پس کرده و سر مشکلات اساسی افغانستان بیارن. مشکلاتی که امروز بدبختیش سرایت کرده در تمام مملکت، مشکلاتی که تمام مملکت ما رو در تمام دنیا بدنام ساخته، مشکلاتی که امروز ما در بین میدان هوایی میریم صرف به خاطر که در افغانستان تولد شدیم، نام افغانستان در پاسپورت ما نشسته است، ما رو 2 ساعت پلیس نگاه میکنه و یا که ما از خاطر که رفت آمد میکنیم در افغانستان برای که در افغانستان یک خدمت کرده باشم به خاطر یک لبخند مردم، پلیس ما رو 2 ساعت سوال میکنه که تو چرا افغانستان میریم یا این و ای که به چشم پایین ما رو تمام مملکت ها سیل میکنن. امیدوار هستم که همگی ما یک جای شده سر از اون مشکلات افغانستان فوکس بکنیم و به چشم اگر فکر میکنین که تنها مشکل افغانستان اینی است، من امروز این لباس از بین میبرم به خاطر شما و ما اینو نمیخوایم که سبا روز ما امرای هموطنای عزیز خود، امرای کل هموطنایی که راستی از صمیم قلب دوستشان دارم، که ما کسایی که نفرتم دارن اونا رو دوست دارم برای اینکه میفهم که گناهشان نیست، اونا جاهل هستن، میفهم که اونا بغیر از اون 4 چوکاتی که خودشان در او بزرگ شدن دنیا رو ندیدن، مردم رو ندیدن، درس نخوندن، آداب معاشرت نمیفهمن، انسانیت نمیفهمن، به خاطر هیچ کس براشون یاد نداده، سالهای سالا در جهل و نادانی در تاریکی زندگی کردن. من این گناه از اونها رو نمیگیرم، من اونا رو دوست دارم از صمیم قلب و هیچ وقت مقابلشان کدام نفرت به دل من نخواد پیدا شد. درست است گپایی که به دل قلبم است او رو میگم، او رو به خاطر از این میگم که من توقع دارم که مردم آستاستا روشن‌تر شوند، آستاستا هوشیارتر شوند، آستاستا بیدار شوند. به خاطر من نه، به خاطر من اصلا نه، به خاطر مملکت خود، به خاطر مردم خود هوشیار شوند و زندگی نرمال، زندگی عادی را پیش بگیرن، زندگی انسانی را پیش بگیرن، زندگی که امیال یک سوال ما دارم، امیال تمام زنایی که در داخل افغانستان است او خوی لباس نمیپوشن، نه اونا کلشان چادری به سر دارن، چادر به سر دارن، با حجاب هستن، حتی در بیرون اکثریتشان در سرک راه رفتن نمیتونن. آیا او زنا یک زندگی راحت دارن؟ آیا اون زنا زندگی انسانی دارن؟ فکر کنین ما به خاطر از این لباسم ما بد ما را پشتم گپ بزنین، ما پشتم حرف بزنین، پشتم ما نمیفهمم برنامه جور کنین، پشتم ما دعوا بزنین، هر کاری که میکنین دشنام بگوین. آیا اوزنایی که در داخل افغانستان است و چیزی که شما میل شما است اون کار اونا انجام میدن، چادر میپوشن، با حجاب هستن، بیرون نمیبرن، کار نمیکنن، 100% به دل ما شما زندگی میکنن. آیا زندگی درست دارن؟ ندارن. نه یعنی این حجاب و این چادر، این حمله کردن های کلش یک بهانه بیش نیست. من این را میفهمم 100%. و آرزو میکنم که تمام البته تمام مردای افغان نمیگم، من میفهم که 50% تا 70 تا 80% مردم افغانستان مرد زن همیشه مردمای خوب هستند، مردمای درست هستند، مردمایی هستند که از من حمایت کردن، من محبت دادن، مردمایی هستند که هوشیار هستند، همه چیز میفهمن. ولی او 20% مردمی که مردایی که همچون گپا رو نمیفهمن، امیدوار هستم که با در دادن از این لباس یک کمک متوجه شوند که زنای خود، خواهرای خود، مادرای خود دیگه اذیت نکنن. و این را میخوام برشون بگویم که شما هیچ وقت فکر نکنین، کسی که مغز و فکر داره هیچ وقت باید فکر نکنن که همچی یک لباسه که یک هنرمند فهمیدی این لباس ها. راستی میخواستم بگم که لباس $1200 ما سر لباس مصرف کردیم
و به این شکل لباس هم هیچ وقت توقع ندارم که یک زن در داخل افغانستان که رویش مردم نمیبینه و یا یکی بیرون در حالت عادی برای چادر برآمده نمیتونه او لباس آریانا سعید بپوشه در افغانستان بگرده. بعضی ها اراست دارن میگن که نه این لباس که تو میپوشی زن و خوار ما از تو یاد میگیره بازوانی کار میکنن. نه خیر نه، این لباس های استیج است، لباس های یک هنرمند است که کاملا باید لباس هنرمند از لباس مردم عام که باید مختلف باشه و من هیچ وقتی توقع رو ندارم که یک زن عادی، یک زن نرمال در افغانستان بخیزه اینات یک لباس در روی سرک بپوشه. به می هر کسی یک شما بگین سرتون خنده میکنم. ولی امروز یک کار میکنم. این لباس بدبخته، بازم باید بگیم لباس پست و بی‌شرفه. امروز ما در میتونم و با امید از اینکه مشکلات اساسی افغانستان ای در دادن ما از بین بردن لباس ما از بین ببره، برای اینکه ما راستی I care for Afghanistan, I care for my people and ما میخوایم که مردم، تمام عزیزای ما، هموطنای ما که وقتی بار دیگه ما رو میبینن مرا با این لباس به یاد نبیارن، با این لباسی که در سر استیج یک چیز دیگه نشان داده شده بود، لباسی که یک لباس بسیار نرمال بود متاسفانه از خاطر لایتینگ و یا از خاطر از اینکه اسکرین شات از ویدیو گرفته شده بود، از پایین گرفته شده بود، از بین مردم یک چیز دیگه معلوم میشد و در این موضوع کنترل از این موضوع رو من ندارم. ولی وقتی که من این لباس انتخاب کرده، این دیزاینر برای من لباس ساخته، سر زحمت کشیده، از یک مملکت دیگه پست کرده که $1000 قیمتش بود، $200 قیمت پستش بود که در خانه من رسید. یعنی وقتی که من این لباس پوشیدم روی استیج، من این لباس راستی کدام خرابی قدر نبود، رقمی که نشان داده میشد. ولی اگر از بین بردن از این لباس کدام مشکل حل میکنم، ما حاضر هستم که همین لباس از بین ببرم. یک دقیقه باشه. اول این تیل در سرش مندازم. دخترایی که لباس خوششان آمده بود I'm sorry. There you go. بعضی از عزیزان اشتراک کرده بودن که تو نام افغانا را بد کردی، در خارج رفتی لباس پوشیدی. گپ جالب دیست که ما پیشتر یادم میامد که وقتی که در فرانس که بودم، بعد از اینکه کنسرت طی شده، قدر مسئله کلان شد و ایراد گرفته شد و جنگ خیست و دشنامه داده شد برای یکی دیگه و تمام مسائل اصلی مهم در افغانستان فراموش کلگی شد. برای فرانسوی ها، برای اون چینلی که من رفته بودم امرایشان انترویو داشتم، برای بسیار خنده‌دار بود، بسیار برشان شاکینگ بود. میگفتم وات به خاطر از این لباس قدر مشکل؟ ما میگفتیم یا اصلا اونا سر از این مسئله خنده میکردن که در افغانستان سر این قدر گپ پیش پای افتاده بس تمام مملکت شور میخورن. نه اصلا برای اونا این خنده‌دار بود و این بسیار گپ بد معلوم شد. خب آماده هستین؟ یعنی ببینین که من این قدر دوستتان دارم و این قدر میخوایم که مشکلات افغانستان برطرف شود که من این کارم میخوایم بکنم و ریدی؟ حال باش من خودت در نتو میگم. There you go. There you go. خدا کنه که کدام کس Allah. Oh shit, it's melting. That was fast.
go. باشکال سبزای ما در نگیره. چقدر دود. نایس. خب اینیم حل کردن بزرگترین مشکل افغانستان از نظر بعضی از مردم ها و ما این کار به خاطر از اوی در مردم نکردیم که تکلیف اعصاب دارن که یا میگن که نمیفهمم گپای بسیار بیمانا میزنن. ما به خاطر از این کردیم که امیدوار هستم که مردم افغانستان، کسایی که فکر میکردن که این بزرگترین مشکل افغانستان شده در این 2 هفته، امیدوار هستم که فوکسشان نال باز بین بردن از این لباس از لباس پس شود و فوکسشان بالای مشکلات اساسی افغانستان برای که امیال انتحاری در اونجا است، آدم کشتن در اونجا است، گوش بریدن در اونجا است، ظلم و ستم سر مردم است، غریبی است، طفلکای خرد و بیچاره. یعنی کدام مشکل است که ما شما در افغانستان خود نداریم. فقط ما آرزو دارم که بعد از بین بردن از این لباس فوکس مردم بره بالای از اون مشکلات شود و همگیشون دست یکی دیگه خود گرفته یک جای به خاطر مشکلات اساسی افغانستان بکوشن، صدای خود بلند بکنن، استاد شون و کوشش کنن که مشکلای بزرگتر افغانستان حل بکنن و دیگه نمیفهم چی بگویم. فقط همین رو میخواستم و دیگه تمام عزیزایی که من درک کردن، عزیزایی که درک میکنن، عزیزایی که همیشه محبت میتن، من سپاسگزار هر یکی شما هستم، دوستم دارم. با اونمو آریانایی هستم که همیشه بودم و همیشه خواد بودم، هیچ وقت تغییر نخواد کردم. یک لباسی که ما برای نیم ساعت سر استیج میپوشم، او شخصیت مرا، او قلب مرا، او وجدان مرا هیچ وقت تغییر نمیتم. ما اونمو آدم هستم که بودم و نمایندگی از شخصیتم اصلا نمیکنه. لباس یک چیز بسیار پیش پا افتاده هستم. هنرمند هستم، یک هنرمند جوان هستم که در قرن 20 زندگی میکنم، در سال 2017 و یک کس هستم که باید روی استیج بدرخشم، باید آخرین مد لباس رو بپوشم و اگر نپوشم کسایی که در خارج از افغانستان است، تمام دخترایی که اینجا کلان شدن، اونا فکر میکنن که هنرمند لباس پوشیدن خدا نمیفهمه. اگر لباس
بپوشم. این رقم مشکل است. ما قبول کردیم و درک کردیم که در هر حالتش این مشکلات در سر راه من خواهد آمد و این مشکلات خواهد داشتم، ولی به هیچ وجه لباس من نمایندگی از شخصیت من نمیکنه. ما اونمو آدمی هستم که خودم شخصا لباس برهنه را، یعنی لباسی که بیش از حد مثلا غیر از خارج از چوکات باشه، من خودم شخصا دوست ندارم. شخصا نه که به خاطر گپ کدام کس یا به خاطر فشاری که روی من میارن. من لباس کوتاه را که پایان معلوم شوه، یا لباس لچه که یخنش لچ باشه، مثل که بسیاری از عزیزان میپوشن و هیچ کس پوششم چیز نمیگه. من خودم شخصا تو یک چیز هیچ وقت نپوشیدم، نمیپوشم و هیچ کدام حکس من شما تا به حال در مورد یک لباس در اینترنت ندیدیم. و این لباس هم رقمی که گفتن یک لباس بسیار نرمال بود، ولی اگر نمی لباس مشکلات شما را حل میکنه، این لباس هم رفت پشترش و امیدوار هستم که فوکستان بالای مشکلات اساسی افغانستان بیایه به خیر زیبات. همگیتون دوست دارم و همیشه دعایم، همیشه فکرایم امرایتان است و امیدوار هستم که به خیر کل ما یک جای بتونیم یک تغییرات مثبت در افغانستان بیاریم. این چیزا بسیار پیش پای افتاده است، مهم نیست. من خودم شخصا گول من، فوکس من بالای مسائل بسیار بسیار بزرگتر از این است. من راستی از قلب بر افغانستان کیر میکنم و همیشه خوبی افغانستان میخوایم، همیشه میخوایم چیزای پوزیتیو در افغانستان بیاید، تغییرات مثبت در زندگی زنا بیاید و فقط یگانه کوشش من همی است و می توقع را از هر فرد افغان دارم، چی در خارج و چی در داخل افغانستان، اونا هم فوکس خود بالای امی مسائل عمده افغانستان داشته باشن. و ماه رمضان بخیر می آید. پیش از پیش ماه رمضان است. قلب بر تمام عزیزا تبریک میگم. امیدوار هستم که رمضان بخیر با دعا و دعای همه شما عزیزای که آرامی سر و تاسری در افغانستان بیاره. من میفهم که تنها در دعا نمیشه، ما شما خود ما باید خود شروع بدیم، خود ما باید یک کار مثبت بکنیم و تلاش بکنیم. اول خب باید همدست شویم، اول خب باید تمام مسائل قومی و زبانی را از بین ببریم، در بین یکی دیگه خود جور بیاییم و باور کنید که متحد شدن افغانستان بسیار ضرورت است. اولین مشکل افغانستان فعلا این است که ما مردم متحد نیستیم. روزی که ما متحد شدیم بفهمیم که در افغانستان یک قدم بسیار بسیار بزرگ گذاشته میشه به خاطر یک آرامی سر تا سری و مشکلات عمده دیگه. بیاین که همگی ما یک دست شویم، یک جای باشیم، یکی دیگه خود سپورت بکنیم، مثبت باشیم. از همگیش قدم مهم است و فوکس خود از موضوعات پیش پا افتاده پس کرده روی موضوعات مهم بندازیم و بیاین که از خداوند بخوایم که در این ماه رمضان در دلای ما، در قلبای ما روشنی بندازه، در قلب محبت بندازه، صلح بندازه و یک کمک ما را مثبت اندیش بکنه که یکی دیگه خدا بپذیریم، یکی دیگه خدا قبول بکنیم، یکی دیگه خدا جج نکنیم و امو مسلمانای واقعی که دعوایش میکنیم که ما هستیم، امو رقم باشیم از راستی، نه که تنها بر زبان دیگه. روز خوش برای همگیتون میخوایم. همگیتون به خداوند یکتا میسپارم. شب و روزتان بخیر در هر جایی که هستین. تشکر از کسایی که همیشه برای حمایت کردین، سپورت کردین. I love you guys. Thank you.